به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم به نوگلان عزیز. فرزانه هستم در برنامه پروازی اندیشه. آیا می‌دانید چابکترین حیوان در دنیا کدام حیوان است؟ امروز می‌خواهیم درباره یوزپلنگ صحبت کنیم. دوستان خوبم، یوزپلنگ تیزدوترین حیوان در دنیا است. او در بیابان و بیش از زارها زندگی می‌کند. یوزپلنگ‌ها به بلندی علاقه زیادی دارند. دوستانی عزیزم، پای این حیوان به طوری است که خیلی آسان می‌تواند از صخره‌ها و شاخه‌های درخت بالا رود. یوزپلنگ‌ها بدنشان را با زبان خود پاکیزه می‌کنند. آنها دندان‌های تیز دارند و حیوانات مانندی خرگوش و آهو را برای غذایشان شکار می‌کنند. یوزپلنگ‌ها شکار کردن را به بچه‌های خود یاد می‌دهند. دوستان خوب و عزیزی من، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان باشد.